سلام، به این کانال خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 اردیبهشت ماه هست، تقریبا حول و حوش ساعت 8:30 شب ایران. میخوام صحبت بکنم که چرا جمهوری اسلامی در هفته های گذشته یک رویکرد تهاجمی و محکمی رو در برابر آمریکا اتخاذ کرده و در واقع آرایش جنگی رو از همین الان به خودش گرفته و تهدید ترامپ به جنگ برخورد محکم تأثیری بر اونها نداره، یعنی اونها رو وادار به عقب نشینی از موضع کنونیشون نمیکنه. چه اتفاقی افتاده؟ در واقع به نظر میرسه که در تهران اشتیاقی دیگه به مذاکره دیده نمیشه و تلاشی انجام نمیشه. خرید زمان هم نیست، چون خیلی آشکارا و علنی این رو اعلام میکنن. شروط سختگیرانه ای رو هم تعیین کردن که خب خیلی غیر واقع بینانه به نظر میرسه، ولی در واقع این شروط محصول انسجام جناح‌های اصلی نظام هست که الان بلوک قدرت رو تشکیل میدن. خب سعی میکنم دلایلی رو توضیح بدم. اگر بهار دوستان یادشون هست که استقبال از حضور جیدی ونس در اسلام آباد در بین مقامات حاکمیتی زیاد بود، یعنی یک جمع گسترده ای رو بردن در اسلام آباد، چه به لحاظ سیاسی، چه کارشناسان، چه مقام هایی که برای وزارتخونه های اقتصادی و تجاری بودن و حساب کرده بودن. و این تلقی هم بود که حالا این بار کوشنر یا اسویتکاف نقش حاشیه‌ای رو دارن که تحت نفوذ اسرائیلی هستن. جیدی ونس که در دولت ترامپ دورترین فاصله رو یا غیر حمایتی ترین رو نسبت به جنگ داره، حالا اومده و میشه یک کاری رو انجام داد. با این خوشبینی رفتن و یک انعطاف هایی رو هم حاضر بودن انجام بدن. خب ظاهرا در اونجا در دل مذاکرات در پایان جیدی ونس یک تمایلی پیدا کرده بوده، ولی وقتی که نظر خواهی میشه با واشنگتن، ترامپ مخالفت میکنه و او خب به سرعت برمیگرده، چون قرار بود که گفتگوها ادامه پیدا کنه بعد از روز اول. از اونجا به بعد خب با توجه به رویکردهای متناقض ترامپ که الگوی رفتاریش هست، یعنی ترامپ حتی با دولت‌هایی که توافق داشته مثل اتحادیه اروپا، مثل کانادا، چون بعداً باز میاد اومد و تعرفه هایی رو یک طرفه اعمال کرد و تغییر موضع داد، این ذهنیت رو ایجاد کرد که اساساً ترامپ توافق ناپذیره، یعنی تضمینی وجود نداره که با او بر سر یک سری اصولی مفادی و تفاهم کرد، ولی اون بعدا دوباره میاد و خواسته های دیگری رو مطرح میکنه و پایبندی به توافقات خودش نشون نمیده. و خب مشاهده شد که نگاه ترامپ، که حالا چه ترامپ تحت نفوذ بالای اسرائیلیا رو تلقی کنه میگن که خودش باشه، ایستادگی بر همون مطالباتی است که قبل از جنگ داشت و خب این برای جمهوری اسلامی امکان اجرا رو نداشت. از اینجا به بعد خب کم کم اون جناحایی که حالا معتقد بودن که باید در زمینه مذاکره کوشید یا بین ترامپ و اسرائیل فاصله انداخت، اینا کنار رفتن. یعنی ابتکاراتی که حالا جواد ظریف در ظاهر شخصی ولی دیگه معلوم شد که اقدام هماهنگ شده بوده، این کارا رو هم انجام دادن. در عرصه رسانه‌ای و اندیشکده‌ای آمریکا حضور پیدا کردن، سعی کردن اثرگذاری بکنن، ولی خب همه اینهاش تأثیری رو بر شخص ترامپ نداشت و به نظر میرسه که تقریبا یک توافقی در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی شده که با ترامپ نمیشه توافق کرد و برای همین دیگه برگشتن مواضع محکمی رو گرفتن، وگرنه من بعید میدونم حتی جبهه پایداری ها هم امیدوار باشن که اون 5 شرطی که گفتن دولت آمریکا بپذیره. یعنی اینکه کلا جنگ، یعنی برای اینکه جمهوری اسلامی بره و دوباره وارد مذاکره حضوری بشه با آمریکایی‌ها، در تمامی جبهه ها باید جنگ متوقف شه، از جمله لبنان. دوما همه تحریم های ضد ایرانی لغو بشه، یعنی همه برای قبل از مذاکره است. و
غرامت به ایران پرداخته بشه، باز این مبالغ مالی فریز شده و بلوکه شده ایران آزاد بشه به شکل مطلق، و باز هم اون آثار سویی که به ایران وارد شده باید جبران بشه، برطرف بشه. این خواسته ها رو مطرح کردن. بعد ما ببینیم لحن و کلام عراقچی هم تندتر شده، به موازات فعالیت های علی باقری کنی هم بیشتر شده که به نظر میرسه تو حوزه دیپلماسی الان مشاور اصلی مجتبی خامنه ای هست. باز کلامی که ما در پزشکیان میبینیم، قالیباف میبینیم، یا محسنی اژه‌ای میبینیم، این هماهنگی رو داره. و حتی تا جایی الان جمهوری اسلامی تند شده که ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خیلی علنی گفته ما طرحی تو مجلس داره میاد که برای تلافی جویی و انتقامگیری کشته شدن خامنه ای اول مبلغ 50 میلیون دلار میخوام تعیین کنم هر کسی مثلا ترام یا نتانیاهو رو به قتل برسونه. خب پس الان جمهوری اسلامی یعنی پی جنگ رو کاملا به تن خودش مالیده و حتی این نگاه طرفداران جدی داره که این جنگی که دوم جنگ نبرد آخر نبود، چون این تلقی بود که باید موقع جنگ تموم بشه که تبدیل شه به نبرد آخر. نبرد آخر جنگ سومه و اونجا هست که دیگه باید ترام بدونه که از طریق نظامی بنبست کامله و نمیتونه نتیجه بگیره. اعتماد به نفسشون هم حداقل در ظاهر بالاست. خب به لحاظ جنگی هم آماده هستن، تجربه اون 39 روز رو هم داشتن. خب ما می‌بینیم که تجربه جنگ 12 روزه باعث شد در جنگ 39 روزه توانشون به طور نسبی بالاتر بره و الان هم به نظر میسه اون تجربه این اثرگذاری رو داشته، هم نقاط قوت و ضعف خودشون رو متوجه شدن. و از همه مهمترم فکر میکنن که دولت آمریکا یعنی ارتش آمریکا و اسرائیل نمیتونه با تشدید حملات به خواسته های خودش برسه و فرسایشی شدن اون رو باعث برد ایران میدونن. هر چقدر طولانی تر بشه فشار به ترامپ، آمریکا، اسرائیل بیشتر میشه، اونها خسته تر میشن. این برنامه هست که تعریف کردن و امیدی هم ندارن که با ترامپ به توافقات جامع برسن. فقط این که جنگ پایان پیدا کنه به شیوه پایدار، یعنی سوال پایداری برقرار شه که دوباره در ماه‌های آینده یا سال‌های آینده منجر به رویارویی نظامی نشه. این تصوری هستش که از ناحیه جمهوری اسلامی به نظر میرسه که طراحی شده و داره جلو میره. کماکان این گونه نیست که بخوان تحریک بکنن که حتما جنگ بشه، ولی در این حال میخوان این پیام رو صادر کردن که اونها نگرانی از اینکه دوباره جنگ شروع بشه ندارن، می ایستن و تسلیم نمیشن. خب ترامپ بعد از بازگشت از سفر چین هم تهدیداتش رو گسترش شده. باز همین امروز هم تهدید کرده که از او باید بترسن. او اگر زمانم به سرعت داره میگذره باید اقدامی رو انجام بدن سریع، وگرنه نابود میشن همشون. حرفایی که خب دیگه هم به تکراری هم پیدا کرده. البته ترامپ در این مواضع متناقضی که داره هر بار خیلی شدید تهدید میکنه، معمولا برعکس عملی انجام نشده و او باز یک عقب‌نشینی تاکتیکی و غیره ای رو نشون داده. اتفاقا ترامپ بیشتر باید موقعی نگران شد که حرفهای امیدوارانه میزنه، یعنی اون رویکرد فریبکارانش در اونجا بیشتر خودشو نشون میده تا در تهدیداتش. و هر صورت فضا داره به سمتی میره که ظاهراً یک زورآزمایی نظامی دیگه ای باید انجام بشه. به هر حال از ناحیه جناح‌های تندرو هم در آمریکا هم داره توصیه میشه که حداقل تهدیدات نظامی جدی‌تر بشه تا این بنبست باز بشه. اخباری رو هم من امروز دیدم که حالا فارس نیوز به نقل از یک سری رسانه های آمریکایی، یعنی منابع آمریکایی زده بود، مشخص نکرده بود که اون 5 پیش شرط جمهوری اسلامی برای مذاکره حضوری آمریکایی رد کردن. غرامت رو نمیدن که معلومه که هیچ وقت نخواهند داد غرامت رو و حتی اگر سازمان ملل و غیره هم آمریکا رو محکوم کنه که نمیکنه،
هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره برای این مسئله. دوما اونها 400 کیلوگرم اورانیوم رو میخوان برای پایان دائمی جنگ، یعنی صلح پایدار، و برای آمریکا میخوان. اون حاضرن بخشی از مبالغ فریز شده ایران رو بدن که حالا اون رقمایی که میگن 100 میلیارد دلار و غیره اغراق‌آمیزه و با واقعیت فاصله داره، ولی رقمی کمتر از خواست جمهوری اسلامی مد نظر دارن، به تحریم هم دست نمیزنن و پایان جنگ رو اونا مشروط میکنن به اینکه بیان در مذاکره و در اونجا توافق باشه. یعنی میخواین شمشیر داموکلس جنگ رو تهران بر بالای سر جمهوری اسلامی نگه داره. خب اسرائیل هم که مشخصه که اصلا اونا خواهان اینن که این جنگ ادامه پیدا کنه و منجر به سقوط جمهوری اسلامی، فراتر از اون ایجاد بی‌ثباتی در کشور، تجزیه ایران و فروپاشی دولت بشه. این فعلا وضعیتی است که برقراره، اما تهدیدات ترامپ، این که بخوان هی تهدیدات، یعنی برخوردهای نظامی رو، تهدیداتشون رو جدیتر بکنن، به نظر من اینها اثری بر جمهوری اسلامی و این گاردی که الان گرفته نداره. اونها آماده هستن برای برخورد نظامی و کوتاه اومدن و عقب نشینی در این مقطع رو، ضررش رو بیشتر از یک برخورد نظامی میدونن. و اگر باز بخواد محاصره اقتصادی نام ادامه پیدا بکنه، با کنترلی که بر تنگه هرمز دارن و فشاری که داره به اقتصاد جهانی میاد، و از این طریق میتونن به زعم خودشون موازنه قوا رو در نهایت به نفع خودشون بکنن یا آمریکایی‌ها بیشتر ضرر بکنن، که این البته یک، اگر ارزیابی بشه با فکت های موجود، تا حدی مقرون به واقعیت هست. و اون حالت ایدئال این هستش که اساسا چه زودتر جنگ، یعنی این آتش بس موقت و شکننده دائمی بشه، به صلح پایدار منجر بشه و سایه شوم جنگ بره کنار و توافقات گسترده هم برقرار بشه و اختلافات برطرف بشه. ولی خب اون قسمت دوم الان خیلی آرزو اندیشانه است، اصلا چه زمینه وجود نداره. و برای آتش بس دائمی هم خب باید اول آمریکایی ها، چون در موضع تهاجمی بودن، از خواسته های زیاده خواهانه و غیر واقعی و سلطه‌گرانه دست بردارن، و از این طرف هم جمهوری اسلامی هم نگاه آرزو اندیشانه رو کنار بگذاره. یعنی نمیشه صلح پایدار رو حالا منوط کرد به اینکه حتما غرامت گرفته بشه، یا اینکه تحریم هایی که ناشی از اختلافات دیگری هست اونها بخواد در این جنگ برطرف بشه. خب اینها غیر واقع بینانه است و مشکل سازه. و بعد هم فعالیت هسته‌ای رو هم الان دیدم عده‌ای هی باز دوباره میخوان این رو به عنوان یک ابزار بازدارنده یا قدرت امنیتی و راهبردی برای ایران تعریف کنن، که خب همین اتفاقاتی که افتاد نشانگر شکست این دیدگاه بود. البته این که این اورانیوم غنی شده یه 60% در یک رویکرد متقابلی باید کنار گذاشته شه. الان جمهوری اسلامی امکان فعالیت هسته‌ای تا اطلاع ثانوی رو که نداره، اما این محمولا که حالا زیر به هر حال بخشای خیلی عمیقی از زمین هست و به دست آوردن اون هم کار ساده‌ای نیست. این در یک مصالحه باید جایگزین شه، یعنی تحریم ها برداشته بشه مشابه برجام، و اون به شیوه یا کشور خارج بشه، نه اینکه حالا لزوما به آمریکایی ها فروخته بشه، یا اینکه تبدیل بشه میله های سوخت. و اصرار بر غنیسازی اورانیوم به هر قیمت، این نه برای ایران امنیت میاره، ولی از اون طرف خطرات بیشترش برای زندگی مردم، برای توسعه کشور، باعث عقب ماندگی کشور میشه، همونطور که شده به هزینه ها و میلیاردها دلار هزینه های سنگینی رو بر کشور تحمیل کرده و یک صنعت سیاهی. خب من در کامنت هایی که بوده ویدیو قبلی بود، از من سوال شده بود که خب یه چالشی کرده بودن نظر من رو، که مثلا من بیش از حد به اون جنبه های منفی آمریکا اشاره کردم. اونها آمریکا میتونه با استفاده از ترور بیشتر مقامات جمهوری اسلامی بحران ایجاد بکنه، اونها رو کاملا بدون سر بکنه، دچار تزلزل بکنه، یا اینکه
افزایش قیمت نفت هم یه جا متوقف میشه مثل جنگ اوکراین، بعد عادی میشه. این ادعا رو مطرح کرده بودن. خب من در پاسخ باید بگم اولا در مورد ترورها که دیگه مشخص شد که اون ترورها باعث سقوط جمهوری اسلامی نمیشه، حتی عملکرد جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، حتی اکثر تا حدی ضعیف میکنه. دیگه ما بالاتر از خامنه ای پدر که نداشتیم که. بعد علی لاریجانی، عبدالرحیم موسوی، دو فرمانده سپاه کشته شدن، ولی در عملکرد سپاه تغییر چندانی نبوده. و الان بخوان مثلا ترور انجام بدن، پس به مجتبی خامنه ترور کنن. مجتبی خامنه ای الان جز این که رهبر حاضر غایبه، چندان اصلا حضوری نداره، تأثیری در تصمیم گیری ها نداره. حالا مشتبه خامنه ایران بزنه، خب کسی دیگه میاد. محمد باقر قالیباف رو بزنن، فردی مثل نیکزاد میاد جاش مینشینه. دیگه قالیباف جایگاهش که مهمتر لاریجانی و توانایی فردی که نیست که. پزشکیان رو بزنن، عارف حالا معاون اولشه، فعلا میاد کارو در دست میگیره. محسنه بزنن، یعنی از همون سطح قابل جایگزینیه. ولی نکته ای که کامن گذار توجه نمیکنه، همون خطایی که دولت های آمریکا و اسرائیل هم داشتن، بخشی از اپوزیسیون دارن، نهادهای اطلاعاتی اون کشورها دارن. جمهوری اسلامی یک سیستمه، یعنی سیستمی که مبتنی بر یک سری نظام های باور عقیده است و این روال هایی که درست شده، یعنی مجموعه هایی که و سیستم هایی هستن که وجود دارن، قائم به فرد نیستن. از نهاد ولایت فقیه بگیرید، از سپاه پاسداران بگیرید، خب نهادهای بوروکراتیک مدرن هم که هیچگاه وابسته به فرد نیستن. یعنی شما این همه وزرا اومدن رفتن دیگه، ما تاریخ معاصر ما این وزارتخونه ها برقرار بودن و یک بدنه‌ای در داخل اونجاست، رویه های شناخته شده و تثبیت شده ای هست. اتفاقا هر چقدر اگر ترورها بیشتر شه، انسجام درون این حکومت بیشتر میشه و به طور نسبی هم نیروهای تندروتری حاکم میشن، نیروهای کم تجربه تری حاکم میشن. این از این وضعیت. بعد عهد این بار دست دولت آمریکا و اسرائیل مثل ابتدای جنگ صهیونی روزه باز نیست. اونجا از یک نوع غافلگیری حداقل در اون جلسه‌ای که مقامات ارشد نظامی با خامنه‌ای داشتن استفاده کردن. الان بعید به نظر میرسه که اون نوع غافلگیری ها بخواد انجام بشه. بعد از اون ترور اولیه هم دیگه خیلی اونها نتونستن مهره های دونه درشتی رو ترور بکنن. بخش از ترورها هم نافرجام بوده. بنابراین از منظر ترورها که به نظر من نه، اون ترورها حد اکثر میتونه ضعیف بکنه ولی منجر به سقوط و یا اخلال در عملکرد حکومت نمیشه. و ضعفی رو شاید از ناحیه این که یک سری نیروهای حالا در اون چارچوب معیارهای جمهوری اسلامی تواناتر رو کنار میگذاره، اثرگذارتر رو کنار میگذاره، ولی از طرف دیگری هم اختلافات بین اونها رو کاهش میده، انسجامشون رو بیشتر میکنه. و چون اون ترورها که فقط ترور مقامات حاکمیتی نیست، در بستر عملیاتی انجام میشه که دیگه شهروندان غیر نظامی هم کشته میشن و این با این کار بر روی شکاف ملت حکومت هم اثر میگذاره و بخش بیشتر جامعه را نسبت به این حملات خارجی حساس میکنه و باعث میشه که با اون فعالانه مخالفت بکنه. در مورد اقتصاد جهانی خب یه قیاس ملفارقی بود. در مورد اوکراین خب طبیعتا اول که جنگ انجام شد و تحریم هایی که بر روسیه گذاشته شد، اون مسئله تحریم هایی بود که خب روسیه عنوان یکی از بزرگترین فروشندگان نفت دنیا بود، یه مدت طول کشید. ولی کاری که دولت بایدن کرد، اومد اولا تحریم های ونزوئلا رو برداشت و عملا هم اجازه داد که ایران نفتش رو بیشتر بفروشه و با این کارها بود که تونستن تا حدی اون تحریمی که البته هیچ وقت هم اروپایی‌ها کاملا تحریم نفت روسیه رو اجرا نکردن و اون کمبودی که ناشی از تحریم نفت روسیه بود رو جبران بکنن که البته حالا باز قبل از اونم خود کرونا و غیره هم مشکلاتی رو ایجاد کرده بود. ولی این بار بحث من این هستش که چون این حمله که بخواد انجام بشه باید شدیدتر از حملات قبلی باشه و احتمال هم داره که این بار ترامپ اون تهدیدش رو تا حدی عملی کنه، یعنی چند نیروگاه ایران یا پالایشگاه ایران رو مورد هدف قرار بده. متقابلا جمهوری اسلامی همین کار رو میکنه. باز این ادعایی که
که از نمایندگان مجلس بابایی از شورای شاخص اصولگرا انجام داده بود، گفته بود که هر پالایشگاه نفتی ما رو بزنن ما دوست و دشمن تو خرج فارس میزنیم. خب این بحث منه. یعنی وقتی که این هم ترمینال ها، پالایشگاه های نفتی، اینها مورد هدف قرار میگیره، کمبود گسترده ایجاد میشه در دنیا. خب این رو نمیشه چی جبران کرد، قیمت میره بالا. همین امروز باز که کارشناسان و مسئولان صندوق مالی بین المللی در دنیا اعلام کرده بود که امسال یک برآورد خوشبینانه ای داشتن برای نرخ رشد اقتصاد جهانی، 3.5% بود. بعد از این جنگ داره میاد تو برابر دوروبر 2.8%. و اگر جنگ باز ادامه، یعنی برگردیم به جنگ و ابعادش هم گسترده تر بشه، این رشد رو کمتر میکنه. یعنی به طور جدی بحث رکود اقتصادی دنیا مطرح هستش. و بعد این کاهش، یعنی عرضه نفت که ایجاد میشه، لطماتی که میخوره، اینها لطمات ادامه داره، ماندگار، فوری نمیتونه اینها برطرف بشه. آسیب هایی که به پالایشگاه ها، به پایانه های نفتی زده میشه، به تأسیسات، به سرعت نمیتونه ترمیم بشه. ممکنه چند سال طول بکشه. مثل اتفاقی که برای قطر در زیر ساختای تولید LNGش افتاد. از این زاویه هستش که خب مشکلات رو زیاد میکنه. و اتفاقا که میگم این مخالفت ها و حساسیت ها نسبت به ترامپ، چه داخل آمریکا چه بیرون از آمریکاست، همین هستش که اون داره بی ملاحظه برخورد میکنه و این نکات رو نمیبینه. حتی سرنوشت حزب جمهوری خواه هم نادیده گرفته. امروز این نینسی گراهام اومده و گفته بودم تو نگران نیستی که مثلا پست تو در، یعنی جایگاه تو در سناتوری از دست بدی بخاطر جنگ با ایران؟ گفت نه میارزه، من شغلم یعنی سناتوری از دست بدم، اصلا کل حزب جمهوری خواه ضربه بخوره، یعنی در نگاه اینها. ولی ما مثلا در جنگ با ایران برنده و بعدم بگیم آقا ایران هسته‌ای رو ما خطرش رو بین بردیم. خب شما که مدعی بودید که تمام تأسیسات اتمی ایران رو نابود کردید، ادعایی که ترامپ میکرد. میگم یعنی ادعاهای غلطیه. و الان هم که اون تأسیسات اتمی ایران همه آسیب دیدن، منهای راکتور تحقیقاتی تهران و نیروگاه اتمی بوشهر. نیروگاه اتمی بوشهر اصلا هیچ وقت موضوع چالشی و جدلی نبوده. این وسط تهدیدی الان وجود نداره که جمهوری اسلامی به زودی بتونه بمب اتم بسازه. اما اگر برای آینده مد نظره، خب همیشه این بحث بوده که دانش هسته‌ای که با بمباران از بین نمیره. که اتفاقا رویکردهای سختگیرانه‌ای که امثال لینسی گراهام، ترامپ و غیره داشتن، کارو بدتر کرد، مشکل رو بیشتر کرد. اوباما تونست با جمهوری اسلامی توافق برسه این برنامه هسته‌ای مهار بشه. حتی اکثر غنیسازی که انجام میدادن زیر 3.5% بود. ولی تهران با کاری که کرد بحران خیلی شدیدتر و عمیق‌تر کرد. اون موقع جمهوری اسلامی حتی اکثر 20% غنیسازی میکرد، الان شده 60%. با این فشاری هم که از ترامپ و امثال لینسی گراهام میارن، برای اونها زمینه ایجاد میشه که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رضایی، بیاد بگه اصلا ما میخوام بریم 90% غنیسازی بکنیم. ادعی پیدا بشن بگه اصلا ما باید بمب اتم داشته باشیم. در سیاست حرف که مهم نیست، نتیجه و عمل مهمه. اوباما من خودش با جمهوری اسلامی کل تأسیسات هسته‌ایش رو مثل قذافی جمع کنه و سوار هواپیمای کشتی بکنه کشور خارج بکنه. ولی خب دیدن این شدنی نیست و نمیتونن. با تندتر کردن برخوردهای نظامی هم ریسکا و مخاطرات بیشتر میشه. واقع بینانه و عقلانی رفتن. اون موقع به جمهوری اسلامی هم اونها هم از اون طرف، حالا بیشتر از سر اجبار، البته فشار تحریم ها، ولی بالاخره یک مصالحه ای رو کردن، یک معامله ای رو کردن که برد بود. ولی تهران با توهم این که برد یعنی او فقط برنده باشه، تحمیل بکنه، دیکته بکنه، قلدری بکنه. و بعد هم بالا به نظر من که بارها هم گفتم مثلا هستگی بهانه است. حالا فرض بکنیم واقعا نگرانی رو مثلا هستگی باشه، خب اینا کار رو بدتر کردن. بنابراین من این توضیحات رو در پاسخ به اون کامنت هم دادم.
من یه لحظه نگاه کنم نکته ای را از قلم نینداخته باشم. خب در این حال امروز هم باز وزیر کشور پاکستان سید محسن نقوی اومده بود، باز مذاکراتی را حالا چه با پزشکیان چه با قالیباف انجام داد، همچنین با وزیر کشور. و حالا اون تحرکات دیپلماتیک هم ادامه داره، چه از ناحیه پاکستانی که حالا فعالترن، حالا یا قطری ها، عمانی ها و غیره، ولی چشمانداز هیچ گونه روشن و امیدوار کننده ای در این خصوص دیده نمیشه. به هر صورت باز دعوت میکنم کسانی که هنوز سابسکرایب نکردن این کار رو انجام بدن، نظراتتون رو بنویسید، پیشنهادی اگر دارید یا نقدی دارید. حالا هم به کیفیت تصویری ویدیو قبلی اعتراض کرده بودم، من سعی کردم این بار هر آنچه در توانم هست، البته من خیلی آدم فنی در این زمینه نیستم، انجام دادم که به هر حال بهتر بشه کیفیت تصویر. تا صحبت دیگر، بدرود.